ابتدا توجه میکنیم به حیاتوی اولیه هر دو دسته و صدیق جان قربانوف، رقم 19 احتم نظرف، رقم 3 صحابی دسته نیکولا لازارویچ از کشوری سربیستان، کاپیتان دسته عبدالرؤوف از شهری دوشنبه میشد. و همین رسما رفتی رقابتی احسان در مرکزی همون ترکیب برویی قرار داشت. اینجا علیشیر پسیو به احسان پرتفتی توپ رو میبینیم، وضعیت خطرناک است، ضربه و گل. حساب میشه جرمنگو ایسا در همون کرد. توجه کنید بار دیگر احسان اینجا توپ رو قبول میکند، ارسال توپ از سوی او بک سلیمانوف و این طور ما شما دیدیم نه اونقدر ضربه خطرناک هم بود. احسان شانس برای او و گل. با وجود این گل یک گل بسیار مهم و جشنی است برای دسته استقلال، زیرا هزارمین گل برای این دسته در لیگ اولی فوتبالی تاریخ فعالیت خود در لیگ اولی با نتیجه های بلندترین نویل شد. فرصت هست و اینک بازیکنان دسته برقچی هم به زدن گل موفق می شوند. و به توجه کنیم عباس سلیمانوف خیلی خوب حرکت کرد، توجه فوتبالبازان زیاد رو به خود جلب نمود و بعدا تو از نزد بازیگر رقمی که با جرأت‌تر اکنون اونها هم بازی کرده ایستادن. بلال بوبویف فرصت برای او پیدا میشد، گزارش بسیار هم خطرناک و ضربه که اینجوری ضربه رستم هست و همین طور هم میشود. از بالای دیوار دفاعی توپ را گذراند علیشیر. حمدونی کمالوف پسیو بسیار امکانیتی خوب است و چگونه عالی بود این ترکیب برویی فوتبالبازان دسته استقلال. باز یک گل دیگر با نام او نوشته شد. الان پسی ایوان نواسلیس از همه لحظه ما میبینیم 6 گلی ثبت شده است. باز یک امکانیت دیگر و شهاب‌الدین محمودزاده این دفعه برطرف کرد و تلاش نوبتی بلال بوبویف رو میبینیم، اما هفته آینده باز یک بازی با تاخیر انداخته خود رو آنها دایر نگاه می‌دارند. اینک پرتفتی بسیار هم خوب امکانیت پیدا شد و ضربه اجرا کرده رستم سویروف برطرف میشود، اما کوشش دومی او باعث گل چهارم بازیگران دسته استقلال شده ایستاده است. از دنیس بگانویچ برای آنکه در حالت دوم با آنها پس نداد. همین فرصت یعنی بگانویچ علاقه دست برداشته بود و از علیشیر لیگ فوتبالی تاجیکستان اقدام‌های بسیار شایسته روی دست گرفته می‌شود. چگونه ضربه نماید ارسال نوبتی توپ و اینجا اکنون حساب دوستان گرامی 5-1 می‌شود. دقیقه 51 بازی یک بار دیگر میتواند ببینید این رقابت حداقل کوشش می‌کرد قابلیت نشان دهد. صورت افزایی به نهایت بلند از سوی رستم سویروف پسیو، اما توپ نمیگذارد و کوشید دویم بارش اینجا اکنون خود ضربه زد و با همین شیر با 7 امتیاز در زینه دهم جا گرفته است و دسته وخش هم در همون حالت فوتبالبازی دیگر یونس اسمت‌اللهیف به اشتباه راه داده بود و اینک هجوم نوبتی بازیگران استقلال در دقیقه 59 بازی باعث گل ششم این دسته می شود. البته استقلال هم گرفتند. برای ما و شما صحنه تکراری پرتفتی توپ است. هرچی زودتر اگر حالت خوبی جسمانی خود رو برقرار کند و فرمای ورزشیش رو دیگر باره پرتفتی بسیار هم خوب است سوی حمدونی کمالوف و چگونه شانس بود اینک گل هفتم رو هم ما و شما دیده ایستادیم. این مراتب یک بار دیگر میبینیم پرتفتی اولی حمدونی کمالوف علیشیر زود با موقعی دروازه‌بان خوب بعد از اون بینوار صاحبی کورت‌های برزیادی زردش اشتراک نکرد در یک بازی. اینجا همون حالته که اکشنش برسید و 6-1 حریفان رو شکست داده بودند. طبعا کوکتوش و اسخاتا با همین حساب ها از استقلال شکست خورده بودند، ولی امروز علاقه برقچی در برابر روشن خاطرتان باشد 3-3 مساوی بازی کرده بود. اینجا باز یک امکانیت دیگر دنیس بگانویچ هم پرتفتی نوبتی توپ رو میبینیم بسیار هم خطرناک بود و غلبه از همه کلانترین یک دسته مقابل دسته دیگر. شانسی نوبتی پیدا می شود و در لحظه آخر طور ما وجود می‌آورد که واقعا این دسته ها برای بازی کردن در چنین سطح بلند در لیگ اولی فوتبال کشور
тайёр ҳастанд ё на. вазъияти хатарноки навбатӣ ва фурсати бисёр ҳам хубе буд барои рақобати пуршиддатро бо дастаи Истиқлол пешниҳод накарданд. вазъияти хатарноки навбатӣ ва инак ҳисоб дӯстони гиромӣ 9-1 шуда истодааст. бениҳоят ҳамин дифогари канорӣ бисёр партофтои самарабахш дорад ба ҳамлагари марказии дастааш. ва ин ҷо тавре мо шумо мебинем ва бе ягон шаку тардид метавон гуфт онҳо воқеан ҳам бозӣ ба таъхир уфтодаи даври ҳаштуми лигаи олии футболи кишвар бо иштироки дастаҳои Истиқлоли Душанбе ва Барқчии Ҳисор хотима ёфт. ҳисоб тавре мо шумо дидем 9-1 ба фоидаи Истиқлол. ҷандагони азизу арҷманд, дар ҳамин лаҳзаҳо мо низ ба гузориши мустақими худ аз вартишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе нуқта мегузорем. дар назди микрофон шораи Парвизи Маҳмадамин буд.